الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از ابو جری جابر ابن سلیم حضرت امام ابو داود در سنن خیش حدیثی را روایت میکند. این ابو جری صحابی پیامبر است، نامش جابر ابن سلیم است، اما با همین تخلص ابو جری معروف تر است. میگه دخلت على النبی صلی الله علیه و سلم بمکه، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه اومدم. فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ما يقول شيئا الا صدر عنه. یک مردی را دیدم، میگه حضرت نمیشناخته است. این آدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیشناخته است. میگه اومدم دیدم یک کس همین هر سخنی که از دهنش میبروید فی الحال مسلمانو از پای انجام دادنش میکوشند. ولی گپ تا آخر نرسونده الکی شتابان در پای اجرا کردنش میشوند. تعجب کردم که میگه هیچ پادشاهی را با این دقت کارش انجام نمیتن، هیچ ظالمی را گپ شیخ گوش نمیکنن. یکی باشه یک آدم قطاری و عادی است. و میگه سوال کردم من هادا این کی است؟ گفتم میگه یک شخص در پهلوش تقریبا گشت گفت هادا رسول الله صلی الله علیه و سلم. او خانواده مردم اینجا نیستی چی بالو حضرت نمیشناسی؟ اوی پیغمبر خدا حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اکنون میگه به سراغ حضرت اومدم، میگه نزدش آمدم، گفتم علیک السلام یا رسول الله. هیچ جواب نگفت. باری دیگه باز میگه مراجعت کردم علیک السلام یا رسول الله. حضرت میگه گشت گفت لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیة المیت. مردی خوب گفت علیک السلام نگو، مرده را علیه السلام میگن. وی تحیه مرده های قل السلام علیکم، بگو السلام علیکم. همین بچه ها یوش تعلیم بده و یا مدعک بده. بخدا قسم مسافدو تعلیم رو میدادن. اگر یک جای غلط میکردیم اصلاح رو میکردن، یا بی‌ادبی میکردیم گوشمون رو میقاپیدن، یا 180 گراد ستا میدادن. چی درد ما رسیده است. نه دیگه پروای فرزنده و نبیروی خدمت داریم، نه از مردم. در دهن در مسجد کودکو بجیل زده استیم پول قطعی. یک مسافر اقلا نصیحت چونه میکنه که بچم این حرام ای کارا نکنه. دیگه کودکو ای مسافر دارن نمیترسن، پروا ندارن. همین وقتی با خاطر خدا سخن نگفتید دیگه هیچ که پسند نمیکنه از برای خدا. میرا ببینه حضرت نصیحتش کرد که علیک السلام نگو، السلام علیکم بگو. زنده ها را السلام علیکم میگن. همین کودکو فرزندای ما و شما هم تعلیم شو بده. ولی عادت شده السلام علیکم و همین سلام مرگه. حضرت گفت که همین اهل کتاب وقتی که شما را سلام دادن شما و علیک خالی بگین. برای این بدبخت ها سلام نمیگن، سلام میگن. ای سلام مرگه، درست نیست. تعلیم بتین کودک را که میشناسی کسی را نمیشناسی، همین خودت کلانه خورده همین دیدی آدم مسلمانه بگو السلام علیکم. حضرت سوال کردن که یا رسول الله ای الاسلام خیر، ای العمل فی الاسلام خیر. ای حبیب خدا گفتم کدام کار در اسلام از همه بهتر و خوبتر است؟ حضرت گفت تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. بهترین عمل در دین مبین اسلام طعام دادن و سلام عرض کردن است به هر کسی که میشناسی و نمیشناسی. شرط نیست او را بشناسی. همین سلام نمیگی مغنی شای. یا آدم ناشناس همین السلام علیکم بگد باور که الان همین ستاره‌اش در چشمت گرم میشه. اینم یک وسیله که مسلمان با مسلمان محبت داره، همین سلام است. اگر همین از بین مبره وای بحال داره. این سلام نامی از نامای پروردگار است. سلام او در بین مردم فاشیده است. اینا باید هرگز ترک نکنیم. تعلیم بتیم مردمان. حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت میکنه دبت الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. بالای شما را هم آهسته آهسته همین دردهای بی‌دوای قوم‌های پیشین سرایت میکنه. بالای شما را میآید
او دردها چی هم؟ حسد و بغض و کینه. حالا شده است یعنی حسد بری و یا نامعقولی های است به خاطر همین دنیای پدرانه چیده یک خیانت های میکنیم که خدا خودش پناه بده. حضرت گفت هی الحالقه، همین حسد بغض و کینه تراشنده است. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. من نمیگم میگه این مورا میتراشه، نه، این دین انسان میتراشه، دین از ریشه و بونش بر میکنه میبره. ببین والذی نفس محمد بیده لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، تا زمانی که ایمان نیاره داخل جنت نمیشوه و هرگز ایمان نمیاره تا زمانی که همدیگر را دوست نداره، به همدیگر محبت نداشته باشه، به همدیگر خیانت نکنه. حضرت گفت افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم. میخواه شما را چیزی تعلیم بدم که اگر همو را عملی کنه انشالله انمی بغض کینه بین تو دور میشوه، بین تو محبت برقرار میشوه. افشو سلام بینکم، انمی سلام در بین تو فاش کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم صحابه را تعلیم میداد طریقه سلام گفتن. برای اون که کودک یاد بگیره کلانو باید هم کودک سلام بده. انس ابن مالک میگه همین آرزو میکردیم که پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت سلام کنیم، اسپید نمیکردیم، همین میدیدم میگفت السلام علیکم. اینا ببینید همین که تو سلام دادی همون کودکم ذوقمند میشوه، همین کار در بین زنده میشوه. اگه قشلوقا ده الحمدلله یک کمی موند است که ای خود کلان سلام میتن، در شهر تو نشناسه یک کس سلام نمیتن. میگه گفتم انت رسول الله، تو پیغمبری خدا هستی؟ وقتی گفت که السلام علیکم بگو، اگه من سراغش اومدم میگه سوالش کردم که آیا تو پیغمبری خدا هستی؟ خداوند تو را با پیغمبری مبعوث کرده است. حضرت گفت انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته کشفه عنك. بله گفت من پیغمبر الله هستم، الله که وقتی در سرت یک بلا و آفات اومد با همون پروردگاری بزرگ مراجعت بکنی که خداوند انا همون مشکلی تو را آسان میگردونه. من پیغمبر خدایی هستم، چه تعریف نداره که من حبیب الله هستم. یک خدای بزرگ اگر چنده از روی تاریخ از همه آخر من را مبعوث کرده است، فرد روز قیامت اول شده مبعوث میشم، تمام پیغمبرها در زیر پرچمم قامت راست میکنن. نخشه تعریف نکرد، الله صفت کرده است. من میگم پیغمبر همون اللهی هستم که وقتی در سر یا مشکلی و یا بلا اومد به همون پروردگاری بزرگ وقتی مراجعت میکنی خداوند همون مشکلی تو را آسان میگردونه. این بلا در سر اومده است، مسکه میکویم، نمیدونم ارد بخریم، روغن میخریم، آخی بشاو بخی نمازی تهجد بخون، پیش پروردگار دعا کن که خدایا همین بلا و آفات ایسری بنده ها دور کن. او خدای بزرگی که همین بلا را فرستاده است، آخی همون شفاش هم در دست الله های، خودش نیست و نابودش میکنه، ای دست این مخلوق هایش کار نمی آید. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه بت در موقع در بروی از جهان بسته بود، بت را به خدمت میان بسته بود. یک موقع میگه یک بت پرست از تمام تنعم دنیا رو تافته است، در یک بت خانه فقط همین بت پرستی میکنه، هیچ کار دیگه نداره غیر همین بت پرستی. پس از چند سال آن کوهیده کش خضا حالت صعبش آورد پیش. قدرت پروردگار یک پرابلم وزبینی در بلوش بار میشوه، یک وقت یک مشکلی در گرفتار میشوه. با پای بتندر به امید خیر بغلطید بیچاره بر خاک دیر، که وا مانده ام دست گیری سنم، با جان آمدم رحم کن بر تنم. در پیش همو به تعظیم کرد، سرش در سجده گذاشت که بتی مقدس اکه مقصد همین وقت را عبادت کردم، امروز نوبتی دستگیری تا همین مشکلی را ایسرم دور بگردم که دیگه به جان آمدم. بذاری در خدمتش بارها که هیچش به سامان نشد کارها،
هر قدر گریه و نوله کرد اوکی ایدست یا بتی خونه سوخته شاید ای سنگ باشه شاید ای چوب باشه چی میایه اوکی حضرت میگه بتی چون برارد مهمتی کس که نتواند از خیش راندن مگس اوکی او پشه را ای خودش دور کرده نمیتونه زاغ زغن میان در بالای سرش میرینن چه شفاعت کرده نمیتونه ای کجا مشکلی آدم او حل میکنه مرا شفت که ای پایبندی زلال با باطل پرستیدم چند سال مهمه که در پیش دارم برار وگر نبی خواهم زی پروردگار اخیر گیزلشید خونت بسوزه گفت من در پیش تیخ قربانی ها کردم این وقت ما صرف کردم اوخی اگر به شرط همین مشکلی برا که حل نکنی رود برگور به الله مراجعت میکنم به خدای مسلمانان مراجعت میکنم این کثافت هیچی نبوده که هنوز از بت آلوده رویش به خاک که کامش برآورد یزدان پاک اولی سر ای سجده نبرداشته است مشکلش همش نیست همین نام الله گرفت همون لحظه میگه مشکل همه نبود حقایق شناس در آن خیره شد سری وقت صافی برو تیره شد همسایش یا شیخ بود است یا شیخ مسلمان کورادی در تعجب مون پس این کور که سرگشته پیر ناقص مقصد یک بدبختی مقصد هیکل پرست هنوزش سر از خمری بدخانه مست دل از کفر دست از خیانت نشست خدایش برآورد کامی که جست اوی لعنتی ولی اسلام قبول نکرده ولی همون بطور تعظیم میکنه ای خیانت ولی دستش نشست است پروردگار چه مشکلی را حی به یه لحظه حل کرد مسلمانی بیچاره ممبر ای گریه و زوره را با یک مشکل کورش بود میشوه این خونه سوخته به هم یک گرفتن نام الله پروردگار همه مشکلش حل کرد فرو رفته خاطر بر این مشکلش که آواز آمد به گوش دیلش در همین فکر قوتور است که یک صدای در گوشش آمد یک آواز غیبی که پیش صنم پیری ناقص عقل بس ای گفت قولش نیامد قبول گر از درگه ما شود نیز رد پس آنگه چی فرق از صنم تا صنم گو همین بنده ما هیوخی روش در گور با خری در پیش یک بت تعظیم میکنه ای همون یک بت سنگی ایقدر زوره کرده ایقدر مناجات کرده خواهش خواست کارش بود نشید اوخی نومی مرا گرفت اگر من که مشکلی را حل نکنم پس چی فرق میمونه حضرت گفت دلم در صمد باید دوست بست که عاجزترند از صنم هر کی هست انا به دل به صمد بستن در کار اجنا داریم این بچه خیتوی در واکسینش هم میبرورم او شد در گور همون ظلم و بدبختو خچو بسر خچو وردیم اگه جا میارن اگر همون در هم خیتوی هم که ما بودو واکسینش اگر کسی اختراع کرد و یکی بدونه که الله به جان همین بنده ها رحم کرده همون را پیدا کرد ولی با فکر که همون زورش اومده است همون روایات میگن که 20 میلیون خیتوی اسلام قبول کرده است اوخی جانت که در کرد بعد به خدا مراجعت میکنی اگر حقیقتا همون کافران هم که پروردگار گفته باشن ای خدا جان بداد بمبر است پروردگار بزرگ البته مشکلشون آسان میگردونه من گفت پیغمبر الله هستم که وقتی یه مشکل به سرت میآید دعا که کردی پروردگار میگه مشکل تو آسان میگردونه و این اصابک عام سنت فدعوته انبته لک اگر ما بود یک سال خشک سالی شوه گشنگی و قحطی بیاید پیش هم پروردگار دعا که خداوند میبینه که با باران رحمت شد با همه حاصل از زمین میبرویه و مقصد ترا گشنه و تشنه نمیمونه عجیب نومردی به غیرت شدگیم ده بچه چی میشیده باشه این همین وحیمه اولی مردم گرفته است که 20 خالته و 30 خالته ارد میخرن همین تو آینده را چی میدونی تو گذشته تا ببین یکم وقت گشنه بودی خدای بزرگ یکم وقت گشنه مونده آینده او در حکم پروردگار رای آینده را فقط الله میدونه توکل تا به خدا که این قوایمت لغت نکنه خدای نکرده اگر قحطی و گشنگی بیاد دیگه 20 خالته و 30 خالته قطرم خلاص نمیشه لازم نیست همین پنیک و وهیمه ای او خدایی که بنده را خلق کرده است رزق و روزیش هم خلق کردگی ای و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها در روی زمین یگان جنبنده ای نیست که رزق و روزیش پروردگاری بزرگ مهیا نکنه این ترس و ایما یک جمعه را گرفته است برای خدا آدم خیلی به غیرت نمیشوه
پیش پروردگار دعا که تضرع که خدای قحطی را نیار، گشنگی را نیار. همین اشیایی را که مورد مصرف اول درجه هستن پروردگار را قیمتش نکرد. با تاجرها انصاف بده که به انصافی نکنن. مردم ایمانشون از زیاد که در ترس تعلقه نغلطن. همون خدایی که خلق کرده است آخر رزق روزی مون همون فراهم میاره. حضرت مولوی قصه میکنه، میگه یک جزیره سبز هستند در جهان، اندرو گاو است تنها خشدهان، جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت عظیم منتخب. در یک جزیره کلان یک گاو بوده است، همگی علف خشرو میشیده است. این گاو هم گاوی خشخراک، همین یک روز ده ای سحر تا بگه تمام علف جزیره را میچریده است، فربه تازه خشرو میشیده است. شب زی اندیشه که فردا چی خورم، گرددو چون تاری مو لاغر زی غم. در همین یک شب تا سحر بچه همه را چریدم، پگه چی میخورده باشم، با همه همون روغن و بیلا که چیز جمع کرده است همه شب بوی میته، با هم به شکل اولا میشود. هیچ نندیشد که چندین سال من میخورم زین سبززار و زین چمن، هیچگاه کم نیامد روزیم، چیست این ترس غم دل سوزیم. خونه سوخته گو میگه یک بار فکر نمیکنه که اوخی همین قصر سور همین یک وطن دیگه ندارم، همین یک چراگاه یک روز گشنه نموندم، تشنه نموندم. اوی واهیمه و ای ترس اگه جا باشد. و حضرت میگه نفس آن گاو است، آن دشت این جهان. اما گاو این همی نفسی آدم های، او جزیره این همی دنیا. نفس آن گاو است، آن دشت این جهان، کو همه لاغر شود از خوف نان. سالها خوردی و کم نامد زی خور، ترک مستقبل کنه ماضی نگر. سالها خوردی و کم نامد زی خور، ترک مستقبل کنه ماضی نگر. همین قصر سال خوردی تو مستقبل نگاه نکن، این در کامپیتنسی الله داخله. تو گذشته تا نگاه که کی شکمت گشته مونده بود که اینقدر ترس تعلقه غلطی دهی. و اذا كنت بارض قفراء او فلات فظلت راحلتك فدعوته رده عليك. من گفت پیغمبری الله هستم که اگر مبادا در یگان بیابان غلطیدی، شتر تگم کردی یا ماشینت ویران شد، پیش پروردگار دعا و تضرع میکنی، همون شتری گم شده را برات پیدا میکنه. یا البته یگان ماشین میگذره که ترا بگیره و همون بلا و آفت خلاصت کنه، به شرطی که به خدای تعالی مراجعت کنی. من پیغمبری انمی الله هستم. میگه ابی جرای آب شده که در پیشکش سری زمان ششته، گفت احد الیه یا رسول الله، ای حبیبی خدا، گفت فرصت غنیمت ای، یگان نصیحتم کن، یا نصیحتکم کن. حضرت همینطور در چشمش نگاه کرده، پیغمبری خدا است داخلی، جامع تمام علوم ظاهر و باطن. گفت لا تصوبن احد، هیچ کس دشنام حقارت نکن. این ابی جرای بسیار همین حقارتچی بوده است، تو شتر و گوسپند گاو حقارت میکرده اگه زره میشیده. اما حضرت در چشمش نگاه کرده، گفت لا تصوبن احد، هیچ کس دشنام حقارت نکن. بچه بیشتر از سرم اصلا همین دشنام دادن حقارت کردن برای مسلمان زیبنده نیست. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که مؤمن طعنه زن نمیشود، مؤمن لعنتگو نمیشود، مؤمن هرگز فاحش نمیشود، قبیحگو نمیشود، مؤمن بی شرم و بی حیا نمیشود. همین پرده ایمان که درید، بعد انسان دست به همین فحش و فاحشی میزنه. حضرت میگه فما صاببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتی. از همون زمان به بعد میگه دیگه دشنام حقارت بس کردم، نه یک آزادی را، نه یک غلامی را، نه یک شتری را، نه یک گوسپندی را دیگه حقارت نکردم، حقارت بس کردم به همین. ولی همین حقارت در بین و به حد بسیار از برای خدا، بسیار یک کاری خوب داریم، ناجا داریم. در تمام ممالک دنیا گمان میکنن که مسلمان ها شیرین زبان هستند. رو برای که ما را وقتی میخونن حدیث های پیغمبر اینقدر تاکید زیاد است
таърихи пайғамбара вақте мехонанд дар ҳаёташ касеро озор надодааст, касеро дашнома ҳақорат накардааст. ҳамин моро қиёс мекунанд ба пайғамбармуну ба дини шариатму, гумон мекунанд ки аз ҳамин мардами мусулмонда ширинзабонтар, чарбгӯтар, беозортар касе нестай. дар сурате ки рафтору кирдормона намедонанд, агаре дилшо хунук мешавад. дар яке аз сафарҳо дар амрико будем, амрӯ ҳами ҳоҷӣ будем. як мактабда мудир як духтарака нишон дод, гуфт ки ин ҳами насронӣ аст. падару модараш гирифтиян овардия дар мактаби исломӣ монdiянаш ки мақсад одобу ахлоқ буомӯзанд. дар ҳамсоягишу як оилаи мусулмон зиндагӣ мекардааст дар шаҳри Даллас. мега ҳамин мардами ширинзабон, ҳамин кӯдакако падару модара падарҷон, модарҷон, тамоми ҳамсояҳора холаҷону амаҷону акаҷону хоҳарҷон ҳавас кардааст. ҳамин мардака мега духтаракоша гирифт овард, гуфт ки ҳамиёра таълим битен, агарчанде ё мусулмон нестанд. гуфт воли мебарам дар ҳамин мактабҳои амрикоӣ мемонам. ман гуфт намехоҳам ки фарзандои ман факю ёд бигиранд. мехоҳам ки ҳамин та забоншо ширин боша, забоншо чар боша. ба дил мугзарондем, воли ҳақорати дашномои мардами моро гӯш кунӣ. модаро халос шудааст, дигар дами падароро гирифтагиан оли. падароро ҳақорат мекунанд бо хонаводо. ҳамин кӯдак дар оила нашъ намо мегирад. оилае ки дашнома ҳақорат мекунанд, оилае ки забони хуб надоранд, оилае ки мард занша ҳақорат мекунад, занак дар набудани шавҳар бачаҳоша падарлаънати бар ҷоналат мега, ба яқин бифаҳме ки ҳамн фарзандонам хел бадзабон мешаванд, феҳшу бад мешаванд. бибинед ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам касе ки сифаташ мекунад мега ки лам якуни набӣ саллаллоҳу алайҳи васаллама фоҳишан вало мутафаҳишан. ҳазрат фоҳиш набуд, фаҳшгӯ набуд, ҳаргиз ҳақорати дашном накардааст. охир пайғамбар барои моро як намуна аст. лақад кона лакум фи расулиллоҳи усватун ҳасана. ҳазрати худованд мега ки дар шахсияти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мо барои шуморо як улгӯи ҳасанае қарор додагием ки ибрат бигирӣ аз ҳазрат. фарзандоро хуб тарбия кунед, чарб забон, ширин забон. ин забони ширин як неъмати парвардигор аст. бовар кунед ба худо, ҳамин ҳар касе боша, ҳамин гизала ҳам боша, агар ҳамин қоша қава қатиб даъворам куна қатиш ҳамин ширин гап зан хиҷолат мекаша, худаш изо мекаша. адаб тоҷест аз нури илоҳӣ, бинеҳ бар сар бирав ҳар ҷо ки хоҳӣ. ин адаб як тоҷ аст аз нури аллоҳ. ҳамура дар сарат мо дигар дар паноҳи амни худо ҳастӣ, виҷои мерай бира. бо адабро адаб сипоҳ бас аст, беадаб бо ҳазор кас танҳост. баъдан ҳазрат гуфт вало таъхиранна шайъан мин алмаъруф ва ан тукаллима ахок ва анта мунбаситун илайҳи ваҷҳак. гуфт ё абу ҷурай, ҳеҷ вақт кори хайра андак гумон накун. ҳамин кори хайр ҳеҷ вақт нагӯ ки ولی یا عادت داریم یگان کاری خیرم میکنیم خیرک میبخشی زور محمد خرسی کمی کم ترک است کمی ما را با جای مول بشمور اون چیزی که ما کم گمان میکنیم با خدا قسم اگر بیریا باشه از برای الله باشه پیش خداوند قدر و منزلتی داره که همین دنیا او را گنجایش نمیده در همین دنیا نمیگنجد هیچ وقت گفت کاری خیره اندک حساب نکن حتی وقتی که با یک برادرت میگه گپ میزنی همین سری برادر تبسم میکنی که انا همین معروف است ذالک من المعروف این پیش پروردگار قدر قیمت داره خداوند نعمت‌هایت میده چیزایت میده که در حساب نمیآید حضرت صلی الله علیه و سلم گفت الایمان بضع و سبعون شعبه ایمان 70 چند شعبه است فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق همین ایمان 70 چند شعبه است گفت از همه بلندترین مرتبه و منزلتش کلمه شهادت است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و کمترین درجه و منزلتش دور کردن یک چیزی که سبب آزار مسلمانان میشه و قدیره خوب تنکه باشه خوب یگون سنگ تیز باشه خوب خور باشه همون را وقتی به خاطر آن که یگون انسان پشت نزنه زخمی نشوه یا بالون یگون ماشین نکفه همون را وقتی گرفتی از راه دور پرتافتی همه یک گوشه ایمان است و حضرت گفت والحیاء
شعبة من الإيمان. أنا بحياة والشرم خودش هم یک گوشه ایمان است. کسی ایمان داره، کسی انشالله حیا داره، ایمان داره. اگر حدیثی درازه دیگر اگر ما تا آخرش بگیم شرح بتیم سخن بسیار به درازا میکشه. انشالله با دنبال هستن در مجلس. اگر چند صحبت به آخرش نرساندم نیکی گمان میکنم که هم یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چه چراغ پیش کور است. همین چیزی اندک هم که باشه کم هم که باشه برای شخصیتی که فراست داره و عقل داره این نصیحت های پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش یک عالم معنی داره و یک عالم مضمون داره.